عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدواریم که لحظه‌های خوبی رو داشته باشید و سپری کرده باشیم. امیدواریم که در جلسه دوم بتونیم در خدمت شما دوستان مطالبی رو عرضه بکنیم و مطابق روال گذشته توضیح میدیم که مطالبی که ما عنوان میکنیم، نکاتی که ما بیان میکنیم هیچ ارتباطی با آموزش‌های استاد خاکستر نداره، چرا که هر گونه کمی و کاستی احتمالی متوجه ما هست و عزیزان میتونن جهت دسترسی به آموزش‌های کامل ایشان به ویدیوهای قبلی که توسط خود استاد آموزش داده شدن مراجعه بکنن. در این جلسه قصد داریم که برای دوستان مباحثی رو در خصوص بررسی سطوح در چارت توضیح بدیم که از ابتدایی ترین مسائل و مهمترین مسائل در چارت هست و استفاده از سطوح مارکت و مختصر توضیحی رو در جلسات قبل و جلسه اول خدمت دوستان ارائه شد که مختصر در خصوص سطوح داینامیک بازار ما صحبت‌هایی رو داشتیم در دو دیدگاه مختلف. اما در این جلسه قصد داریم که در خصوص سطوح استاتیک بازار صحبت بکنیم و بتونیم تایم فریم سطوح رو تشخیص بدیم حسب اون چیزی که در آموزش‌های اصلی توسط مدرس اصلی که جناب آقای خاکستر هستند ارائه شده و ما هم بتونیم که با استفاده از روش ایشون و نگاهی که ایشون به چارت داشتن مباحثی رو توضیح بدیم. در خصوص سطوح مارکت اگر بخوایم خیلی واضح و ساده به قضیه نگاه بکنیم، دو مورد کاملا بدیهی هست. اینکه عزیزان سطوحی رو از گذشته مارکت به دست بیارن و مشاهده بکنن. به عنوان مثال شما در گذشته مارکت این سطح رو در اختیار دارید و میتونید از این سطوح استفاده بکنید و بر حسب تایم فریم سطوح گذشته بازار در برخوردهای بعدی که مارکت میتونه با این سطوح داشته باشه بیایید و از تکنیک ارزش گذاری سطوح مارکت استفاده بکنید. و مورد دیگه این هستش که ما بتونیم فارغ از گذشته آنچنان دور مارکت حسب آن قضیه‌ای که در خود لایو مارکت به ما نزدیک هست و سطوحی که در لایو مارکت به ما نزدیکتر هستن این سطوح بازار رو ارزش گذاری بکنیم و دیگه خیلی به گذشته مارکت ما کاری نداشته باشیم. نمیخوایم بگیم این درسته یا مورد اول درسته یا مورد دوم، فقط دو دیدگاه رو داریم بیان میکنیم که شما کاری به گذشته مارکت نداری و فقط این بازویی که پایین اومده به عنوان مثال ذکر میکنید که اینجا در تایم فریم هفتگی شما چندین کندل در یک راستا دارید و کندل هایی که اومدن پوشش داده شدن و شما با تمام تعاریف اینجا یک پیوت دارید و این درست است. اما در بعضی از مواقع و حالا خصوصا در بعضی از چارت ها شما نیاز هستش که از تایم فریم از سطوح گذشته مارکت هم به نحو احسن استفاده بکنید و این دو دیدگاهی که ما نسبت به سطوح داریم
لزوما هیچ کدوم نه اشتباه هستن و نه هیچ کدوم لزوما صحیح هستن و هر دو تکنیک هستن که به هر حال شما در لایو بازار در مثلا به عنوان مثال تایم روزانه که الان ما سویچ کردیم، شما یک سطر رو دارید فارغ از اتفاقات گذشته چارت و اتفاقاتی که ممکنه شما از این سطوح پشت مارکت هم استفاده بکنید. فارغ از این اتفاقات گذشته مارکت، شما همین بازویی که بالا اومده و پیوتی که تشکیل شده رو ملاک قرار میدیم و ببینیم که این سطح برای کدوم تایم فریم هست که البته مختصر خیلی کوتاه ما توضیح میدیم، چرا که دوستان طبعا آشنایی دارن با سبک و مطالعاتی رو داشتن، آموزش‌هایی رو دیدن و دیگه تکرار مکررات خیلی مثمر ثمر نیست. چرا که ما اومدیم به صورت کاربردی به قضیه نگاه بکنیم. دیگه صرف این که الان ما این کندل رو اندازه بزنیم شادو اینجوری پینبار، این پینبار نیست، پیوت تبصره، اینها تکنیک ها و جزئیات مارکت رو شما با یک ماه آموزش و تمرین و جزء نویسی و لایو مارکت رو نگاه کردن و دیدن و پیدا کردن این کندل ها میتونید اینها رو یاد بگیرید. اما کاربرد اینها رو به نظر دوستان بسیار مشکل دارن. همین که عزیزان توضیح میدن که ما در چارت خوانی نمیتونیم، همون چیزی که ما توضیح دادیم برای دوستان، ما عنوان میکنن که ما نمیتونیم توی چارت بفهمیم که اصلا دنبال چی هستیم و چجوری به چارت نگاه کنیم. ببینید عزیزان، جلسه اول رو ما مختصر توضیحی دادیم که شما اگر بتونید درک خوبی از سطوح داشته باشید، سطوح منظور هم سطوح استاتیک بازار و هم سطوح داینامیک که میتونید از اونها استفاده بکنید، اگر درک درستی از سطوح داشته باشید، شاید بشه گفت 50% مسیر شما هموار هست. چرا که اتفاقات و ستاپ‌ها، الگوها و این مسائلی که شما به صورت خیلی گوناگون و بعضاً بسیار پیچیده با اونها در ارتباط هستین، همه اون اتفاقها روی سطوح قاعدتاً نمود بهتر و جلوه بهتری دارن. به عنوان مثال این جفت ارز رو ما باز کردیم، هم چطوری به چارت نگاه بکنیم. البته قبل از این که این قضیه رو ما توضیح بدیم، ببینید عزیزان، الان در چارت NZD در تایم فریم هفتگی ببینید این خیلی جالبه، این رفتار این جفت ارز. شما در تایم هفتگی هم همون رفتارهایی رو میبینید که ممکنه در تایم 5 دقیقه ببینید و چه زیبایی این قوانین سبک همه در کنار هم معنا گرفته و شما میتونید این فرکتال زیبا رو از مارکت و این همبستگی جالبی که تو قوانین این سبک زیبا هست رو در کنار هم ببینید. با تمام تعاریف شما خیلی جالب بود. این نکته رو فارغ از موضوع امروز بگیم. شما اینجا یک اسپایک رو میبینید که به صورت تیر درایو حرکت کرده و درایو سومی که اومده یک سطر رو برای شما پاکسازی کرده و اینها رو شما عزیزان همه آموزش دیدین و اینطور نیست که تسلط نداشته باشین به مباحث. قطعا شما تسلط کافی به موضوعات دارید، اما نحوه استفاده کردن از این ابزارها رو یاد نگرفتید. ببینید به زیبایی اومده درایو سوم یک جایی رو پاکسازی کرده برای شما و قانونی که شما توی این الگو یاد گرفتید، اگر درایو سوم جایی رو پاکسازی بکنه زحمت میکشه برمیگرده و از درایو اول احتمال صعودی شدن رو داره و میبینید مارکت زده به درایو یک و این حمله‌ای که به درایو یک داشته رفته و ماه‌ها بعد سالها بعد برگشته. این رو عزیزان خیلی جالب بود داخل این چارت خواستم که شما این موضوع رو ببینید که آنچه که شما در تایم 5 دقیقه میبینید در تایم بلند مدت هفتگی هم اتفاق میفته و هیچ فرقی نداره که شما در چه تایم فریمی بخواید با بازار به اصطلاح دست و پنجه نرم بکنید و به بازار نگاه بکنید. عزیزان
برگردیم سر صحبت خودمون. این چارت رو ما باز کردیم، الان در تایم فریم هفتگی داریم به بازار نگاه میکنیم. فارغ از این که شما چقدر سرمایه دارید، در چه تایم فریمی قصد دارید به بازار وارد بشید، و یک دید کلی رو میخوایم به شما بدیم که کاربرد ابزارهای مختلف رو داشته باشید. خب عزیزان، مایی که در این قسمت از بازار در حال حاضر هستیم، در این ناحیه از بازار، پس طبعا اگر قرار باشه از این جفت ارز استفاده‌ای بکنیم و تریدی بزنیم و وارد بازار بشیم در این جفت ارز، دیگه برای ما هیچ اهمیتی نداره که اینجای مارکت چه اتفاقی افتاده یا اینجای مارکت چه اتفاقی افتاده، یا FTC این بالا جواب داده نداده، این بالا چه اتفاقاتی افتاده، این سطوح مربوط به کدوم تایم فریم هستن، طول این گره کدوم ATR CTR، اینها هیچ کدوم به ما هیچ کمکی نمی‌کنن. و وقتی که شما در این قسمت از بازار هستین، در این محدوده خاص باید یا مارکت رو میفهمیم. به هر حال بعضی از چارت های به اصطلاح کثیفی هستن و خیلی به اون شکیلی و زیبایی. ببین شما این چارت خب طبعا اذیت کننده هست زمانی که مارکت اینجا بوده. خب این میتونید از این جفت ارز بگذرید و جفت ارز دیگه ای رو که چارتی ساده به همین زیبایی رو داره، و مهمتر این که شما چیزی رو که میفهمید انجام میدید، نه اینکه به زور قرار باشه ما از این مارکت یک تریدی رو بتونیم بکشیم بیرون. دیدن چارت به چه شکل عزیزان؟ ببینید این خیلی ساده. فکر کنید همین جفت ارز رو چی بود NZD رو بخوایم یه تحلیل بکنیم و سطوحش رو به دست بیاریم. چه جوری به مارکت نگاه میکنیم؟ فارغ از این که ما گره میدونیم، اسپایک میدونیم، تصویه میدونیم، سطوح جعلی رو میشناسیم، QM کدومه، تریگرمن کدومه، فارغ از اینها، با این فرض که ما تمام اینها رو مسلط هستیم، چطور به چارت نگاه بکنیم؟ اگر مثال جلسه قبل رو خاطرتون باشه که ما فکر میکنیم که یک جایی سکندری کراس در تایم 4 ساعت کجاست و شکسته و پولبک، اما ما به تایم بالا مراجعه نکردیم، پس دیگه هیچ وقت این اشتباه رو انجام نمیدیم. فارغ از اینکه ما در یک ساعت ورود میزنیم، در یک هفتگی ورود میزنیم، همیشه یک نیم نگاهی رو ما به تایم های بالا داریم که بدونیم حداقل در کدوم ساختارها در حال حاضر قرار داریم. خب عزیزان نگاه کنید، خیلی ساده و خام به مارکت نگاه بکنیم، با تمام تعاریف شما اینجا حداقل چندین کندل در یک راستا رو داشتین، در لایو بازار هستیم دیگه، که این سطح برای شما شکسته شده و در برگشت به این شما یک پیوت هفتگی دارید با تمام تعاریف. دیگه من نمیشمارم اینجا سکندل در یک راستا کدوم تایم فریم ها ATR ها، چون شما عزیزان به هر حال تا حدودی آشنایی دارید، و اگر هم آشنایی ندارید خب طبعا باید آموزش های جناب خاکستر رو پیش بگیرید و پیش برید که بتونید حداقل با تعاریف ابتدایی سطح حاضر ارتباط برقرار بکنید. خب ما اینجا یک سطح هفتگی رو تشخیص دادیم، فارغ از این که الان مارکت در کجاست و چه مقدار با این سطح فاصله داره. با تمام تعاریف شما این پایین یک شادویی دارید که به هر حال این مارکتی که به این شکل حرکت کرده به یک جای خورده و تشکیل یک پیوت حداقل هفتگی، البته یه سر به تایم بالا میزنیم و در تایم بالا شما هنوز پیوت تایید شده ای ندارید و استفاده از آخرین پیوت های تایید شده بازار میتونه یکی از راهکارهای شما برای دیدن چارت باشه. خیلی کتابی و آروم گفتم که شما عزیزان بتونید یادداشت بکنید، استفاده بکنید. استفاده از آخرین پیوت های تایید شده مارکت. در حال حاضر که ما یک پیوت پایین داریم، یک پیوت بالا داریم. خب این شادویی که اینجا خورد، میریم ببینیم چه اتفاقی در سمت چپ مارکت افتاده یا رخ داده. میتونیم درک بکنیم که در این سمت چپ مارکت چه اتفاقی بوده که این شادو با تمام قدرت اومده بهش چسبیده و از همینجا به صورت شادو بلند شده. به هر حال اینجا این شادو که اومده در یک
قیمت واحد به اینجا خورده و بلند شده، قطعا یک سفارشاتی، یک اتفاقاتی در این سمت چپ مارکت بوده. اینو می‌بینیم تا این پایین‌تر که جزئیات بیشتری رو ما بتونیم از مارکت درک کنیم. آنچه که ما توی این سمت چپ مارکت و اون خطی که روی اون شادو اتفاق افتاده بود می‌بینیم این هستش که شما با تمام تعاریف اینجا یک سطوحی رو داشتیم که در زمانی که مارکت در این ناحیه بوده یک حرکتی بوده که اومده به صورت تصفیه خودش رو به این سطوح رسونده مارکت. و در این سطوح حرکتی که در گذشته فکر میکنیم در لایو در این ناحیه هستیم، مارکت اومده به صورت تصفیه خودش رو به این ناحیه رسونده. بعد از اینکه به این ناحیه رسیده، به هر حال در تایم روزانه شما اینجا پیوت هایی رو میبینید که در دل همدیگه قرار گرفتن به صورت تصفیه و درایو. و آخرین حرکتی که مارکت داشته اومده از درایو اول حرکت صعودی رو به خودش دیده. این چیزی هستش که ما الان نسبت به این چارت میتونیم تشخیص بدیم، فارغ از این که ما درست میبینیم چارت رو یا نه. چرا که ما بر اساس درک خودمون به چارت نگاه میکنیم و اینکه درست باشه یا غلط باشه دیگه اون بحثش جداست. آنچه که ما درک میکنیم برای ما ملاک است. با تمام تعاریفی که ما داشتیم این سطوح بازار، ببینید اینجا یک سطحی بوده که اینجا به صورت نفوذ، برگشت، شکست و حرکت. و اگر انتهایی ترین قسمت این ناحیه رو ما علامت بزنیم و این کندل رو، این خط رو علی حساب بالا ببریم و در سمت چپ بازار نگاه بکنیم در تایم هفتگی، اون گرهی که ما دیدیم و این سطحی که در این ناحیه بوده اومده به اون نفوذی گرفته، به اون نفوذ شده، به اون گرهی که ما در تایم روزانه میدیدیم. این گره اینجا و احتمال خیلی زیاد، خب این دیگه پاکسازی شده که خط میزنیم کاری بهش نداریم. احتمال خیلی زیاد شما این گره رو هم به صورت پاکسازی ببینید. ببینید این گره هم با احتمال بالا کارش ساخته است و شما الان متوجه شدین که اون شادویی که در تایم هفتگی به این ناحیه رسیده بود چرا اتفاق افتاده و مارکتی که با این قدرت اومده چرا اینجا وایساده. به هر حال خیلی ساده یه خط انداختیم، اومدیم سمت چپ مارکت و این سطوح گره و این رفتار رو تشخیص دادیم و این ناحیه‌ای که در درایو اول اون تصحیحی که سال 2020 اگر اشتباه نگم رخ داده رو شما فعلا این ناحیه رو دارید به عنوان یک سطحی که مارکت میتونه در آینده بهش واکنش بده. خب در لایو بازار خودمون اگر به چارت نگاه بکنیم در همون تایم هفتگی این جایی بود که اومده بود یک گرهی رو انگلف کرده بود. سطح بعدی بازار اینجا هستش برای ما. حالا این به درد ما میخوره، سرمایه‌مون میرسه در این تایم فریم، کاری به این مسائل نداریم. ما فقط داریم سطوح رو مشخص میکنیم. هیچ اشکالی نداره که شما اینجا رو متوجه بشید، اینجا رو مشخص بکنید و در تایم فریم های خودتون حداقل روزگاری اگر قیمت به این نواحی رسید حداقل دیگه سردرگم نیستین و متوجه هستین که مارکت طی چه ساختاری داره حرکت میکنه و این هم اینجا دیگه کاری به این مسائل نداره. خب در لایو بازار شما اینجا یک پیوت تایید شده دارین، پس قطعا یک ناحیه سطح داخلی رو اینجا میتونید داشته باشید و این پیوتی که بالا هم شکل گرفته قطعا یک ناحیه داخلی داشته که مارکت اومده به این همین طی 2-3 روز گذشته، چند روز گذشته به این واکنش داده و به همین سادگی ما دو سطح رو در مارکت مشخص کردیم و اومدیم جزئیاتش رو برای خودمون، آنچه که برداشت خودمون هستش رو
تشریک کردیم و مرحله جلو رفتیم که ببینیم به هر حال از این مارکت میتونیم آیا به ما ستاپی، دیدگاهی یا اصلا میفهمیم مارکت میخواد چه کاری رو انجام. ممکنه ما 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، 1 ساعت وقت بذاریم مارکت رو نگاه بکنیم، بررسی بکنیم و کلا درک درستی از رفتار اون لایو بازار نداشته باشیم و قطعا خیلی راحت جو فرضمون رو عوضش میکنیم به همین راحتی. خب روی همین منطقه خب ما اگر تایم رو پایین ببریم، ببین دوستان این پیوت هفتگی، خب من نکته رو فراموش نکنم به شما بگم، تمام پیوت هایی که شما در هر تایم فریم به صورت پیوت تایید شده میبینید در تایم پایین و یا پایین تر و تایم های پایین تر از تایم خود پیوت به صورت یک ساختار اونو میبینید. همین پیوتی که ما اینجا به صورت یک کندل، حالا میشه گفت پین بار و یک کندل پوشاننده دیدیم، در تایم پایین تر شما به صورت 1، 2، 3، 4 و پیوت، یعنی شما این پیوتی که در تایم فریم هفتگی دیدید به صورت تک کندل و کندلی که پوشانده اون رو در تایم پایین تر به صورت یک ساختار میبینید. ساختار به چه معنی؟ یعنی در این ور بازار شما به صورت یک بیس پیوت این رو میبینید و پیوتی که در اون ور مارکت رخ داده، اون قسمت بالا، شما در اینجا به صورت یک کندل و پوشش در تایم پایین تر به صورت یک دبل تاپ اون رو میبینید. ممکنه دبل تاپ باشه، ممکنه بیس باشه، ممکنه تی درایو باشه، دبل تاپ دایورجنسی باشه، 1، 2، 3 باشه، دبل تاپ نرمال باشه. به هر حال این یک قاعده‌ای هستش که شما باید این رو بپذیرید که پیوت هایی که به صورت تایید شده مربوط به هر تایم فریمی شما اونها رو میبینید در تایم های پایین تر به صورت یک ساختار اونها رو میبینید و خیلی کار شما راحته دیگه. به هر حال اگر نحوه رفتار با دبل تاپ و نحوه رفتار با بیس آشنا بشید، پس میتونید از این موقعیتی که اینجا برای شما به وجود اومده استفاده بکنید با تمام تعاریف 1، 2، 3، 4، 5 و نفوذ برگشت شکست. و در قسمت بالا اولین پیوت در تایم پایینتر شاید بهتر ببینید اولین برخورد با سطح برگشت. ببینید این کندل کوچیک وقتی که شما درک درستی از رفتار مارکت داشته باشید، به هر حال در این کندل کوچیک بازار بی تصمیم بوده و کندل های دوجی، زیرو، کندل های اسپینینگ، اینها نه اینکه این کندل بازار در اون حجمی نخورده، ممکنه حجمی که در این کندل کوچیک مبادله شده از این کندل لانگ بار بیشتر باشه، اما توافق بر روی یک قیمت بوده در انتهای اون کندل در تایم 4 ساعته. بعد از این کندل بازار تصمیم بر صعود گرفته و رسیده به یک سطح و مجدداً به ناحیه‌ای برگشته که قبلا سفارش گرفته. همون جزئیاتی که در خصوص بیس هایی که روی بیت کوین دیدیم در جلسه قبل برای شما توضیح دادیم. یک بار دیگه سفارش گرفته. آیا این سفارش دستاوردی داشته؟ تونسته حداقل یک سطحی از پیش رو که یک ناحیه ارزی بوده رو یا یک سطحی بوده رو نقض بکنه، پاکسازی بکنه، این گلف بکنه، بشکنه؟ ببینید اومده، رفته، برگشته، سفارش گرفته، رفته و هیچ دستاوردی نداشته، در این ناحیه عرضه گیر کرده و مجدداً برگشته. و شما اگر در سر کلاس رفتارشناسی حرکت نشستین باید ببینید که در این حرکت اینجا قیمت سفارشاشو پر کرده، حرکت کرده. چرا دستاوردی نداشته و چون دستاوردی نداشته دفعه بعد که برگشته مجبوره که مارکت بیاد نواحی پایینتر از سفارشات قبلی رو بگیره که شاید و آیا اینجا سفارشاتی باشد یا نباشد که مارکت بتونه حرکت بکنه
که مجدد بتونه پاکسازی بکنه، بتونه بشکنه، بتونه اینگولف بکنه، بتونه نقض سطح کنه. اما در حمله دومی که داشته و سفارشات دومی که بارگذاری شده، مارکت مجددا نتونسته از این ناحیه بگذره و در حمله سوم اومده این ناحیه رو پاکسازی کرده. وقتی که کسایی که در تایم‌های پایین‌تر اینجا رو به عنوان دراپ بیس دراپ می‌بینن و گفتیم که هر کی که سیبیل داره به قول استاد بابای آدم نیست، منظورش اینه که درسته که هر کل تیک به چارت شما تمام این تک کندل ها رو می‌بینی، اینها کلا گره معاملاتی هستن. آیا همشون به درد ما می‌خورن؟ آیا همشون میتونن ریوارد ها و تارگت های خوبی رو به ما بدن؟ اگر شما مهارت داشته باشید در زیر همین سطح هفتگی ممکنه اینجا برید بای بکنید و این یه جور انتحاره. اما اگر تسلط داشته باشید میتونید، برای شدن میشه. اما آیا ارزش این ریسک رو داره؟ دیگه خودتون میدونید. ستاپ شما تعیین میکنه، دیدگاه شما تعیین میکنه. ممکنه که شما بگید من این رو میگیرم، در سمت مخالف سلش رو هم میگیرم. اما ممکنه کسی مثل من بگه نه، من بر اساس اون دیدگاهی که دارم فقط در جهت دیدگاه هم وارد معامله میشم. یعنی ممکنه من اینجا کلا منتظر باشم مارکت حرکت بکنه، به سطح برسه که من اینجا سلش رو بگیرم. ممکنه شما حرف منو گوش ندین و در سمت بای هم وارد بازار بشین. اینجایی که مارکت اومده و این که دوستانی که اینجا تایم‌های پایین‌تر وارد بازار میشن و نمیدونن این سطح برای کدوم تایم فریمه، ببینید در تایم‌های پایین‌تر در همین 1 ساعته وقتی که شما به این شکل به بازار نگاه بکنید، توی این همه پیچ و خم و ساختار بازار کماکان دیدگاه سعودی دارید و نمیدونید که این مارکت به 1 سطح هفتگی رسیده. ولی وقتی که شما تشخیص درستی از سطوح داشته باشید و همین راحتی شما گول نمیخورید. ممکنه بقیه گول بخورن اما شما گول نمیخورید. میدونید که این بایی که اینجا انجام شده، این بایی که اینجا اتفاق افتاده، این کندل محکمی که اینجا انجام شده و به صورت خیلی شارپ هم حرکت کرده، شما میدونید اینجا 1 سطح هفتگیه و این سطح هفتگی به این راحتی شکسته نمیشه مگر در تایم فریم خودش. مارکتی که اومده تمام استاپ لاس های اینها رو جمع کرده، آخرین سفارشات و استاپ لاس های پوزیشن های اینور و پوزیشن هایی که به صورت سل استاپ هستن، خوراک این بای بودن که برن بالا و در اینجا به صورت یک میشه گفت تقریبا دبل تاپ دایورجنسی، شاید یا بگیم استاپ کانتر این سطح قبلی، مارکت میره و برمیگرده. به همین راحتی، یعنی شما اگر سطوح رو بفهمید، رفتار مارکت برای شما مشخص میشه و دیگه کسی که در تایم 4 ساعته میگه چون من $200 دارم و نمیتونم در تایم های بالا معامله بکنم و خودش رو گول میزنی که من مجبورم به تایم های پایین رجوع بکنم، اینجا رو به صورت یک حرکت قدرتمند دراپ بیس ممکنه رالی فرض بکنه. خب ولی که شمایی که به تایم فریم و سطوح احترام میگذارید و درک درستی از رفتار مارکت دارید، میدونید که این رالی سنگین محکوم به اینه که به هر حال در تایم هفتگی اگر قرار این سطح شکسته باشه، در تایم هفتگی اتفاق بیفته. با این 3 تا کندل 4 ساعته این سطح هیچیش نمیشه. و این دبل تاپی بود که شما در این ناحیه به صورت یک پیوت میدیدیم در تایم پایین‌تر. ببینید خب این پیوتی که ما اینجا داریم با تمام تعاریف یک پیوت تایید شده هست و این کندل اومده پیوت رو پوشش داده. و اگر بخوایم ناحیه FTC اون رو مشخص بکنیم، همونجور که شما عزیزان خودتون دیگه استاد FTC هستین، ببینید نکلاینی که شما اینجا داشتین و من همینجا گره ها رو هم برای شما به صورت خیلی MP3 و مختصر توضیح بدم که گره ها رو شما این یک سطح دیگه برای با تمام تعریف این یک سطح
بازار اومده نفوذ، برگشت و شکست و این سطحی که داره توی بازار قلمرو تعیین میکنه و میگه من کماکان در این بازار هستم. طول گره 80 تا مربوط به تایم دیلیه. در تایم دیلی میبینیم؟ نه نمیبینیم. پس یعنی شما در نیمه ابتدایی میتونید دنبال ورود به بازار باشید و میبینید خیلی ساده به مارکت نگاه کردیم. بریم ببینیم. حالا من زوم رو بیشتر میکنم که شاید داخل من خودم خیلی با کندل های بزرگ این شکل ارتباط نمیگیرم. دوست دارم کندل ها رو کوچیک‌تر ببینم. به خاطر شما زوم رو نگه میداریم که ببینیم شما راحت‌تر به مارکت نگاه کنید. ببینید این که دیگه شما به صورت خام به مارکت نگاه بکنید، همه شما عزیزان اسپایک تصویر رو ممکنه بشناسید، حالا کمتر بشناسید، بیشتر بشناسید، جزئیاتش رو شاید خیلی مسلط نباشه، اما دیگه این یک خیلی راحت یه سطح رو مشخص کردیم. ساختار اون پیوتی که شکل گرفته بود رو در تایم های پایینتر اومدیم جراحی کردیم که ببینیم اینوری دبل تاپ بود، اینورکی بیس بود. الان سراغ اینم میریم ببینیم چی کار از چی میگه. گره FTC شما، RTP شما، هر چیزی که دوست دارید اسمشو بذارید، درگیر اسمها نشید. این اکسپت، اون FTR، اون، این فقط بابت یک راه ارتباطی بین گوینده و شنونده هست که وقتی که ما میگیم ETP، ETR، که ببینیم ETR به چی میگن، منظور من رو متوجه بشید. همین، و یعنی درگیر اسمها نشید. همین جایی که ما هستیم اگر رفتار من امروز داخل گروه چند تا از دوستان پرسیدن که ما گره رو چجوری مشخص بکنیم. ببین عزیزان، شما این رو همین چیزی که الان همینجا لایو اتفاق افتاده بید، مارکت اومده نفوذ، برگشت و حرکت. ممکنه دفعه بعد یک جای دیگه، یک فرض دیگه به همین شکل نباشه. ممکنه شما این لگی که اومده اینجوری پایین، همین رو اگر شما فرض بکنید این برکی مارکت برگشته و حرکت، این چیزی که شما میبینید این حالت اتفاق افتاده. مارکت نفوذ درصد، برگشت و حرکت. ممکنه حالتهای دیگه هم رخ بده که شما درک درستی باید داشته باشید که بتونید تشخیص بدید در این حالت کل اون گره ما این شکلی محدوده و قلمروی این گره ما، یعنی از این کندل آبی رنگ از این پایین تا اون بالا به این شکل شما دامنه گره رو مشخص میکنید که حالا بر حسب اون TH ATRی که حضرت سوسفی در خصوص طول گره ها گفتن، ما این رو اندازه زدیم گفتیم 70 تا 80 تا، پس مربوط به تایم بالا هست. پس ما در نیمه ابتدایی و نیمه این گره به بالا اگر آینده ستاپی دیدیم، یا ممکنه یه نفر بگه من پوزیشن ست میکنم، اون دیگه بحثش شده است. ممکنه یه نفر بگه من منتظرم که نشانه هایی رو برای ورود به بازار بگیرم. به همین راحتی شما میتونستید طی یکی دو روز گذشته اینجا وارد بازار بشید و فضانوردی 200 به همین راحتی. به گره ها اگر برگردیم شما همیشه به این حالت گره رو نمیبینید. ممکنه این گره بره بالا، بیاد پایین تر و دوباره بره بالاتر. خب در این حالت طول دامنه حرکتی گره شما به چه شکله؟ در این حالت، یعنی حالت دوم، حالت اول که این گره بالا بود که توضیح داده شد، در این حالت حالا با این فرض که بعد این مارکت اومده و حرکت کرده، در این حالت طول گره شما از این چرا که ناحیه تا بالا. چرا؟
چون اینجا یک گره مینوری اتفاق افتاده و لوی این زده شده و این رفته یک های جدیدی رو زده و طول گره شما به این شکله که دوباره همون جریان ETR و CTR و امثال هم. این حالت دیگه ای از گره هستش که اگر شما همچین حالتی رو داخل بازار ببینید خیلی به اصطلاح دچار ابهام نشید که الان من طول گره رو این بگیرم یا این بگیرم. این گره مینور هست و این گره ماژور. در حالت دیگه ای که شما احتمال داره که گره ها رو ببینید، این گره اینجا دوباره اینجا و اینجا، یه چیزی تو همین مایه هایی که اینجا اتفاق افتاده، مارکت رفته برگشته، نتونسته این لو رو بزنه، دوباره رفته بالا، نتونسته اون های رو بزنه و حرکت کرده. این چیزی که شما اینجا میبینید و همین حالت، این هم نوع دیگه‌ای هستش که شما ممکنه گره رو ببینید و همیشه دیگه شما آخرین لو و آخرین های برگشتی رو، من اگر دوباره ببینم اینجا شما در این حالت طول گرهتون به این حالت هست، یعنی در این حالت ابتدا نفوذ بزرگ اتفاق افتاده و گره مینور سمت راست شما هست و در این حالت برگشت و بالاتر. البته این به این شکل میشه، شبیه همین گرهی که شما اینجا اتفاق براتون افتاده و به همین راحتی شما گره ها رو مینور، حالا من داخل مارکت دوباره ببینم برای شما توضیح میدم، 2-3 حالت بیشتر نداره دیگه. به هر حال این مارکت یا میاد نفوذ بزرگ، یک های، یا حرکت میکنه بعدش، یا میاد یک لو میزنه که این لو رو نمیتونه نقض بکنه و برمیگرده، یا این های رو میزنه و برمیگرده، یا این های رو نمیزنه. به هر حال این ممکن بود در این حالت این برگرد بالا و از اینجا بریزه. اگر این اتفاق افتاده بود طول کل گره ما به این شکل بود، اگر این اتفاق افتاده بود. به هر حال اینم موردی بود که حالا خیلی ساده است، این ابتدایی ترین موضوعاتی هستش که شما عزیزان در جریانش هستید. برگردیم سر همون پیوت پایین و ببینید خیلی راحت پیوت هایی رو ما مشخص کردیم، داخل تایم پایینتر جزئیاتی رو دیدیم، نواحی رو مشخص کردیم. این مارکت رفته دوراش رو زده، اومده چسبیده به این سر. این که شما اینجا اوردر ست میکنین، 40 پپ، 30 پپ، 10 پپ استاپ میذارید، این دیگه به خود شما، سیستم شما، بالانس شما، ستاپ شما و به همه در اختیار شما هستش که چطور وارد بازار بشید، که اینم انشاءالله در آینده در خصوص نحوه ورود در نواحی و گره های معاملاتی با شما عزیزان صحبت میکنیم. ما تمام این حرف ها، داستان ها، صحبت ها رو میکنیم که بگیم سطوح کلاسیکی رو در مارکت تشخیص بدیم که این سطوح کلاسیک یک سری گره های پرایسی به ما بدن و ما روی گره های پرایسی که این سطوح کلاسیک در اختیار ما میگذارن بتونیم وارد بازار بشیم. به هر حال این مارکتی که اینجا اومده بالا ممکن بود بیاد و این سطح رو بشکنه و باز هم همون داستان همیشگی، کندل های شکست یک گره معاملاتی دارن که معمولا در نواحی 50% هست. این ناحیه است دیگه. به هر حال اگر این مارکت اومده بود این سطح رو شکسته بود، همین داستان گره و شکل گره و همون داستان ETR و FTR رو دوباره ممکنه
برگرده. این شکل و شمایل رو شما در تایم تریگر، یعنی در همون تایم 4 ساعته میبینید. ممکن بود این سطح که در این کندل تایم هفتگی شکسته شده در تایم 4 ساعته به این شکل یک گرهی رو شما ببینید که مارکت اومده به صورت رفت، برگشت و شکست. حالا که مارکت نیومده این سطح رو بشکنه و به گره معاملاتی این پیوت واکنش داده، این دیگه تمام استفاده‌ای هستش که ما از سطوح میکنیم و این پیوتی که پایین بود و من اینو زوم میکنم، شما در تایم تریگر اون رو یا یک تایم پایینتر اون رو به صورت یک الگو و یک ساختار میبینید. یک بیس هست، 1 2 3 4 نفوذ، برگشت، شکست. کل مارکت همینه، نفوذ، برگشت، شکست. به همین راحتی. یعنی شما خیلی ساده با تشخیص تایم فریم سطوح و اون موضوع درک سطوح مارکت میتونید بفهمید که این مارکت، اگه من اینجوری الان به مارکت نگاه بکنم ممکنه خیلی پیچیده به نظر بیاد که این نمیدونم رفته نرفته، اومده پایین رفته بالا، اما با یک تعویض تایم فریم خیلی اون نویزها گرفته میشه و شما میفهمید که با تمام تعریف اینجا یک پیوت دارید. پیوتی که در تایم پایینتر به صورت بیس پیوت دیده شده و انتهای این رو ما رفتیم چک کردیم که دیدیم به یک سطح و به یک گره معاملاتی رسیده بود. ببینید عزیزان، تعریف رو پیوت های ما روی سطوح یا گره های معاملاتی تایم فریم های همتراز یا بالاتر شکل میگیرن. همین پیوت هفتگی اون ورکی خودش روی یک گره معاملاتی رخ داده بود به همین سادگی. با تمام تعاریف شما الان عزیزان میدونید این بیس پیوت یک سطح پایینی داره، یک سطح بالایی. حالا من اینا رو پاک بکنم، از خط صاف استفاده بکنم که شما راحت‌تر ببینید. البته توی متاتریدر هم که نمیشه به همین راحتی خط صاف کشید. ما نصف عمرمون گذشت اینقدر توی متاتریدر فقط زور زدیم خطا رو صاف بکشیم. به هر حال به این شکل شما میتونید این نویز رو در نظر نگیرید. به این شکل هیچ توفیقی نداره، فقط اون تکنیکی که استاد گفتن وجه مشترک شادوها، بادیها، میتونید از اون استفاده بکنید. من خودم بیشتر تمایل دارم که اگر بیسی رو ببینم به این شکل دامنه رو کامل در نظر بگیرم. به هر حال دیگه با سلیقه دیدگاه شما میتونه همخوانی داشته باشه. به این شکل دوست دارم که کل شادوها و بادیها رو توی یک دامنه داشته باشم. این کندیلی که اومده نفوذ، برگشت و شکست. درسته؟ این پیوت شما در این کندل تعیین شده و اوپن این کندل، یعنی ما منتظر میشیم اگر قرار باشه در لایو مارکت تریدی بر اساس پیوت ها زده بشه، منتظریم که این کندل کلوز بکنه. اگر نه، خب در تایم پایین تر ما این نفوذ برگشت رو میبینیم. حالا این رو ما میاریم اینجا که این نفوذ برگشت رو در یک تایم پایین تر بالا ببینید. اون نفوذ برگشتی که ما دیدیم به صورت شادو بود اینجا دیده میشه و شما میدونید که طبق تمام تعاریف این یک گره معاملاتی است. اینجوری. و شما خیلی راحت الان میدونید که این مارکت برگشته چرا به این جاها واکنش داد. دوباره طبق تمام تعاریف گره رو شما میرید اندازه میزنید 60 تا از تایم فریم 4 ساعته بالاتره، پس طبعا در نواحی 50% به پایین. اینکه چرا مارکت نیومده و این نقدینگی رو جمع نکرده قطعاً و حتماً به خاطر
این سطوح پشتی مارکت هست. به هر حال اینجا هم دیدگاهی بوده و این یه خورده‌ای خطرناک میزنه. البته سفارشات ابتدایی این گره برداشته شده، اما انتظاری که ما داشتیم اینه که مارکت خودش رو به این نواحی برسونه و میبینید که یک تقریبا شاید بشه گفت نکلاینی شکسته، الگوی زیبای تریگرمن که در شکست ها شما اونها رو میبینین و دیگه گول مارکت رو نمیخورین. چرا؟ چون شما مسلط هستین، ابزاری رو در اختیار دارید. ابزار یعنی همین ارزش تایم فریم سطوح و درک سطوح مارکت. تمام دوستان ممکنه این ناحیه رو به صورت یک QM ببینن و شما میبینید حتی اگر نادانسته و ندانسته و از عدم آگاهی هم حتی در این سطوح اگر وارد بازار بشید، احتمال تارگت خوردن شما هست. اما اینکه شما انتظار دارید که یک QM رو اینجا شکار کردید و اینجوری در این گوشه سمت راست پایین مارکت قیمت چارت رو سوراخ بکنه، این دیگه از توهمات تریدرها هست که همین الگو میاد به صورت یک الگوی بعد از شکست حرکت. اینجاست که شما اگر درک درستی از سطوح مارکت داشته باشید میتونید اینجا روی این سطوح میانی یا نه اصلا اینجا شما پوزیشن کاشید، استاپ گذاشتید، سفارش شما اینجا بوده نرسید، چه اشکال داره؟ به هر حال دفعه بعد که اومدید سر زدین به چارت میبینید که این سطوح میانی مارکت هم حرفی برای گفتن دارن و میتونید حداقل یک بار ریسک ورود رو روی اینها داشته باشین. حالا شما دفعه بعد اینجا وارد بازار میشی، مارکت زحمت میکشه میاد به گره اصلی واکنش میده به زمین و زمان ناروا که این سبک به درد نمیخوره. نه، هیچ اشکالی نداره. شما یه بار اینجا وارد بازار میشید 10 پپ 20 پپ 30 پپ بالا استاپ لاس، یا نه منتظر میشید تریگر میگیرید. من خودم به شخصه دوست دارم که دارم تمرین میکنم یا به اصطلاح با خودم کار میکنم که یه خورده به سمت تریگر گرفتن برم. حالا حسب شرایط زندگی و روحیاتم و وقتم نمیتونم زیاد پای چارت باشم، دوست دارم میام همینجا ممکنه اینجا سفارش بذارم بیاد بلند نکنه سفارش من رو حرکت کرده رفته، خب چه اشکالی داره؟ اگر تریگر بگیرید و حرف ما رو گوش ندین و پوزیشن ست نکنید، اینا رو من پاک بکنم. حتی اگر پای چارت هم نباشید زحمت میکشه میشکنه برمیگرده و حرکت. اینکه شما اینجا با چه ستاپی وارد بازار بشین دیگه این بحثش جداست. تریگر بگیرید، پوزیشن ست بکنید، به هر حال مارکت که به همه فرصت میده. به همین راحتی این مارکتی که اینجا حرکت کرده از این پیوت، از سطوح داخلی این پیوت به سطوح داخلی پیوت بعدی بازار. چرا کج شده من نمیدونم، اینجوری دستم خورد. درسته؟ به همین راحتی شما میتونید، حالا اینکه شما اینجا یک پوزیشن داشته باشید 50 پپ بالاتر میبندین نمیبندین، توی این پیچ و خم ها ترید میزنید نمیزنید، خب اینا دیگه موضوعات دیگه هستش که ما فقط داریم خیلی ساده و خیلی روان و کاربردی به چارت نگاه میکنیم. برای دوستانی که
روابط حرکتی بین پیوت ها و سطوح و نواحی داخلی پیوت ها رو درک نکردن و رعایت نمیکنن. ببین این قانونه. این مارکتی که به همین زیبایی اومده پیوت تشکیل رفته حرکت برگشت، این که من این قانون این مارکت و این چارت و زبان و ادبیاتش رو رعایت نمی‌کنم، معنیش ضعیف بودن سبک RTM و ICT و ایچیموکو و تیرکس و امثال هم نیست. من ادبیات این چارت رو رعایت نکردم. برای منی که این خط و خطوط رو پاک میکنم و خودمو سرمو گول میمالم که من $500 دارم و نمیتونم تحلیل بکنم در سطوح بالا، اینجا وارد بازار میشم، چارت رو باز میکنم، میگم سکندل در یک راستا، اینجا یک سطح هست با تمام تعاریف. درسته این سطح، هیچ کس نمیتونه بگه این سطح نیست. خب این کندل اومده سطح رو شکسته. خب بعد یعنی اینجا در تایم 15 دقیقه زحمت میکشید دنبال نخود سیاه میگردیم که هیچ گره معاملاتی فکر نکنم حتی در 1 دقیقه هم به شما داده باشن. خیلی اینجاست، یعنی اینجا این رفت و برگشته کندلی. برگردیم تایم 1 ساعته، اینا رو پاک بکنیم. ببینید آیا این برگشت که شما وسط این ناحیه هم وارد بازار بشید 13 پپ استاپ لاس داشته باشین، آیا تارگت به شما میده؟ این دیگه تقصیر چارت نیست که با تمام تعاریف بله شما یک سطح رو درست مشخص کردین، اینجا یک سطح هست، اما شما فقط یه ور بازار رو گرفتین، یک بعدی به بازار نگاه میکنین، نمیدونید اون تایمای بالا چه اتفاقاتی افتاده. این کندلی که اومده اینجوری مارکت این سطح رو شکسته و رفته تسویه کرده، دیگه حتی به منشأ این حرکت قدرتمند سعودی هم رحم نمیکنه. وقتی که این مارکت خودش میگه من رفتم تسویه کردم و دارم برمیگردم و شما توی سبک حاضر یاد گرفتید که مارکت اگر بره تسویه بکنه و برگرده همه چیزو ممکنه با هاک یکسان بکنه. خیلی راحت اومده روی این سطح، ببینید به صورت در تایم پوینتر به صورت CP و کندل LQ. توی این ناحیه کسانی که در تایم های پوینتر به بازار نگاه میکنن خیلی ساده میگن آخ جون حرکت شاد کنج نزولی سوارشین، مارکت میاد تمام اندوخته هاشون رو نابود میکنه. این مارکتی که اومده اینجا همه رو نابود کرده، استاپای همه رو زده، چرا برمیگرده و برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به هیچ جا. درایو اول آقا محمدی که عاشق صفر بازاری بفرما، 1 2 3 تصفیه برگشته، منشأ رو زده نابود کرده. اون دیدگاهی که برای منی که توی تایم فریم اشتباه هستن که فکر میکنم هر سطحی توی بازار ارزش شکست و ترید و گره شکست داره، میام اینجا خیلی خوش شانس باشم 10 پپ از این مارکت گرفتم، مونده استاپ هم زده. برای کسی که رفتار شناسی حرکت رو درک بکنه توی چارت، دیگه میدونه این مارکتی که رفته تصویه کرده حداقل ترین کار اینه که یه زحمت بکشه، یه دونه بالای اون شادو، یه زوم آوت و گره معاملاتی. وقتی که در 3 درایو مارکت اومده تصویه کرده و این تصویه جایی رو پاکسازی نکرده، این مارکت برمیگرده با تمام قدرت، حتی منشأ رو میبینن به همین راحتی. و این
سطحی که شما اینجا شناسایی کردین و همه در تایم های پایین تر میان اون رو به صورت یک سطح شکسته شده میبینن و آخ جون بعدها وارد بازار بشن. ببینید این حرکت دراپ سنگینی که اومده، چرا خریدارهای اینجا نتونستن این قیمت رو ببرن بالا و چرا شما دقیقا روی این سطح واکنش دارید؟ اینها یعنی رفتارشناسی حرکت. به هر حال کسی که این بالا وارد بازار شده، سطوح پیش روی بازار میتونه به عنوان تارگت اون شناخته بشه و کسی که اینجا پوزیشن سل گرفته، اولین سطح پیش روی اون اینجاست و میاد از اینجا تسریع میکنه و منیم که نمیدونم این قواعد رو، میام وارد بازار میشم. تصفیه های اونها میشه ورودای ما، ورود منی که رفتارشناسی رو درک نکردم و مارکت خیلی راحت یه ورود تکندلی 10 پپ 15 پپ 20 پپ و تمام شد و مارکت بر میگرده. به کجا بر میگرده؟ به همون سطح شکسته شده یه درایو اول. صفر بازار همینه. این که من این رو میدونم نمیدونم، میتونم تحمل دارم 5 پپ 10 پپ استاپ بذارم و حداقل دیگه تا این کندل پایین تر 100 پپ، یعنی یک ترید 1 به 10، یک بار اشتباه دو بار اشتباه، این دیگه روان شماست، هیچ ربطی به خط و خطوط هم نداره. به همین راحتی یک سطحی رو انتخاب کردیم، یک ارزی رو انتخاب کردیم، خیلی راحت یک گوشه‌ای که به لایو مارکت نزدیک هستش رو انتخاب کردیم. به هر حال تشخیص این سطوح بالا و این اتفاقات اینجا درسته، خوبه، به درد شما میخوره، اما به چه درد من میخوره الان من بیام اینجا رو اینجوری خط خطی بکنم بگم اینجا فلان شده، این سطح اینجا لانگ شادو، اون 50%، این خب این به چه درد میخوره؟ این یه ترید از توش در نمیاد که. در اون قسمتی که مارکت قرار داره، شما اگر بتونید رفتار مارکت رو درک بکنید خیلی راحت، برای این قیمتی که با تمام تعاریف چندین کندل در یک راستا، فکر کنید من اصلا 4 ساعته دارم به بازار نگاه میکنم، این ورکی اینجا، خب زحمت میکشید یه خط اینجا میذارید، تایم رو بالا میبرید، میبینید حداقل چندین کندل در یک راستا رو هنوز میبینید، درسته؟ و این ورم شما یک سطحی رو دارید میتونید استفاده بکنید. دوباره یک سویچ تایم فریم، ببین چقدر چارت تمیز شد. دیگه از این همه پیچ و خم بازار اینجوری بالا با کندل‌های بزرگم زوم خیلی بالا به چارت نگاه بکنید که فقط 50 تا کندل می‌بینید. خیلی راحت شما به این سطح رسیدید. آپدیت، این ورکی هم که به یک ناحیه رسیدیم، خیلی راحت همینجا رو یا درک میکنیم، رفتار رو در این ناحیه متوجه میشیم، در تایم های پایین تر چه اتفاقی افتاده، به هر حال رو درک نمی کنیم دیگه. خیلی راحت شما از سطوح داینامیک جلسه گذشته مختصر توضیحی رو دادیم. ببینید این اگر همون گره بیس و FTC و این داستانا نبود، هر جوری که به این چارت نگاه بکنید، استاد گفتن گره شکست این خط رونده. حالا این مارکت اگر قراره بیاد اینجا میخواد بخوره به این اینجوری بره بالا، معلوم نیست، ممکنه همینجوری یه ضرب بیاد ازش رد بشه. به هر حال ما نمیخوایم که خیلی قضاوت بکنیم و پیش بینی بکنیم، به هر حال منتظر میشیم همینجا، همین ناحیه‌ای که مارکت اومده به صورت اسپایک. من دارم از اینا اجازه بدم اینجا از این اسپایک ها استفاده بکنیم. واقعا این تیمی که اینها رو نوشتن دستشون درد نکنه، خیلی کمک کننده هست. ببینید 1/3 انتهایی درایو
چهارم، اونجا هم درایو پنجمه که دقیقا روی سطح افتاده. حالا اگر به تایم پایین بریم راحت‌تر بتونید ببینید. اینم همون بیس فلگ کذایی. ببینید جایی که سفارش بوده، دیدگاه بوده، اینو من وسواس گرفتیم بالا اینو. جایی که یک زمانی دیدگاه بوده و مارکت رو نگه داشته، اگر دیدگاه اون عوض بشه بهترین سطوح فلیپ رو به شما میدن، حالا چه فلیپ کلاسیک چه فلیپ های پرایسی. ببینید این حالا در این تایم شما به صورت گره نمیبینید، در تایم پایینتر به صورت گره میبینید. همون بیس فلگی هستش که شما این که شما پوزیشن ست نکردید اشکال نداره، ممکنه یه لحظه چارت رو باز کردید مارکت اینجا بوده، خیلی راحت دیگه این یک تریگر لاین دیگه، جا مدید از بازار پوزیشن ست کردید، هیچ اشکال نداره. با شکست این ببین این که دیگه تقصیر کسی نیست که مارکت خیلی زیبا میاد همینجوری به شما میگه که من میخوام چه کاری رو انجام بدم. نه اینجا وارد نشدید، تریگر لاین نمیکشید، دوست نداری، برات روز ستاپ شما نیست. درایو دوم استاپ پانتر، درایو دوم کندلی که اومده نقص کرده این کندله. حالا در تایم پایینتر جزئیات بیشتر ببینید این کندل آبی، مارکت بیاد زیر این رو ببینه، میتونید ببینید الان خیلی ساده اسپایک تصفیه رو شما 3 روش استفاده و ورود رو داشتیم. یکی پوزیشن ست کردن روی گرهی که از چپ مارکت پیدا میکنیم، یکی تریگر لاین بود که کشیدیم و دیگری استاپ پانتر درایو دوم. این کندل اومده درایو دوم نقص کرده رفته مارکت و برگشته. حالا شما این منتظر این میمونید، وارد بازار میشید مستقیم، استاپتون بالا هست، پشت گره میذارید، منتظر این هستید، ممکنه هتریک بکنید، فضانوردی بکنید، این رو به صورت اینجا رو تریگر لاین بکشید، به هر حال ممکنه همچین کارهایی هم شما بکنید. اینجا هستش اومده برگشته، ممکنه شما از این تکنیک استفاده بکنید. همون برگشت رو ممکنه شما این برگشت رو، این کلوزی که اینجا شده ممکنه همینجوری بره پایین برگشت نزنه، حالا ممکنه برگشت هم بزنه. به هر حال این دیگه چارت مشخص میکنه که چه رفتاری. ببینید ما از یک FTC تایم هفتگی اومدیم توی 1 دقیقه همه چیز به زیبایی داره توضیح میده که من میخوام پایین برم. شما به هر حال با شکست این هم وارد بازار شده باشید، پشت کندل میذارید، استاپ میخورید، هیچ اشکالی نداره، دوباره وارد بازار میشید. دفعه بعد که دیگه تموم شد سپپ استاپ لاس. این دیگه واقعا هیچ، من دیگه چارت رو خلوت کنم که بیشتر از این دچار توهمات نشه. به همین راحت عزیزان خیلی راحت توضیح دادیم که چطور به چارت نگاه بکنید. ممکنه این مراحل رو طی بکنید، چارت رو درک نکنید، خیلی راحت چارت رو عوضش میکنید به همین راحت. این جلسه ابتدایی بود که برای شما عزیزان توضیح دادیم و انشالله که بتونید با همین دید ساده همیشه به چارت نگاه بکنید و به همین سادگی ببینید سطوح. وقتی که ما 2 تا سطح رو مشخص کردیم خیلی راحت اسپایک تصفیه رو روش دیدیم، بیس رو داخل اون دیدیم، دبل تاپ رو داخل اون یاد گرفتیم، اسپایک رو یاد گرفتیم، تصفیه رو یاد گرفتیم، بیس رو یاد گرفتیم، ورود در بیس ها رو یاد گرفتیم. به همین راحتی این 4 تا 5 تایی که ما امشب خیلی ساده بهشون نگاه کردیم، همینه. ترید زدن مگه چی؟ همین با همین شکل و همین روال ترید میزنن دیگه. ولی مشکل شما عزیزان اینه که در تایم 1 ساعت اینجوری به مارکت نگاه میکنید، خب با خودتون میگید اینجا زد،
بعد میگید اینجا 100، اینجا 100، خب اینجا 100. این به هر حال این سطح اینجا الان چجوریه؟ حکایتش چیه؟ اینجا دوباره 100. خب اینها میشه باهاشون استفاده کرد، میشه ازشون استفاده کرد، اما حداقل شما بدونید در چه ساختاری در مارکت دارید حرکت میکنید. ببینید با همین تعویض، ببینید تمام اون اتفاقاتی که شما اینجا توی یک ساعتی به این شکل موجهای سنگین شار، این کلا همین 3 4 5 تا کندل فشرده‌ای هستش که شما هم کلا یک کندل. وقتی که شما بدونید این مارکت توی چه ساختاری داره حرکت میکنه، ببینید این کل مارکت تکرار پذیر، این واقعا خیلی ساده است دیگه استفاده کردن از چارت. ببینید همون چی بود اون جفت ارزی که ما توضیح دادیم؟ کد بود، انزتی بود، کدوم بود؟ این دوباره همونه، یک سطح اومده شکسته خودشو به این سطح رسونده. این که خودشو به این سطح رسونده، ببینید خب دوباره دبل تاپ. شما منتظر میشید اینجا پیوت از تریگر لاین استفاده میکنید؟ نه، منتظر میشید همون خیلی ساده استاپانترش رو. ببینید این یک برحال سطح بوده که این گفتیم برخوردهای اول با احتمال بالا استاپانتر میشن و این کندل اومده رفته بالا، سطح رو نقض کرده. مارکت بیاد پایین، این ببینید اینجایی که بود اومده شادو اینجا. ممکنه شما اینجا منتظر باشید شبیه همون هر جفت ارز قبلی در تایم های هتریک و پایینتر یک برگشتی رو داشته باشید که دیگه خیلی استاپتون کوچیک بشه، اما مارکت همینجا حرکت کرده. ممکنه شما اینجا منتظر بشید اون در تایم های پایینتر 5 دقیقه 1 دقیقه اون رو بگیرید که اون اتفاق نمیفته، مارکت حرکت میکنه. این دیگه شما هستید که با خودتون رو راست بشه. اینجا وارد بازار میشید، استاپ پشت این کندل، پشت تاپ قبلی، پشت این سوینگ مینور. برای اینا رو خود شما تعیین میکنید. نمیشه که یک نسخه واحدی رو برای شما عزیزان به همین راحتی. ببینید اون همه ساختارهایی که ما اینجا کشیدیم خیلی راحت فهمیدیم که مارکت اینجا چرا این رفتار رو داشته. برای یک سطح هم پایین داشتید که اینجا دوباره برای تایم پایینتر ببینید اومده به یک سطح. خب منی که اینجا به چارت نگاه میکنم، اینجوری به چارت نگاه میکنم، وقتی که میاد این سطح میشکنه، ببین این کندل شکست، نفوذ برگشت شکست، یک بار ورود داده، اما دفعه بعد دیگه توجه نمیکنم که این مارکت از یک سطح بود قوی‌تر داره برمیگرده و همون خیلی راحت میاد سطح رو میگذره. میگیم چرا این سطح فوراً شکست، چرا اینجوری شد؟ خب دیگه باید به تمام مسائل توجه بکنید و اینجا یک سطح مارکت اومده شاد، سی پی اینجا سی پی تور بوده و کندلی که اومده نقض. ببین حرکت شارپی که منشأ اون دیده بشه، پس یعنی این حرکت جعلی بوده، اومده که به یک سطح برسه سفارش بگیره و حرکت اومده نفوذ، دوباره برگشت به سطوح داخلی همین و حرکت به همین راحتی. دیگه در این همه کندل های کوچیک و بزرگ و این سطح اون سطح این سطح شما همین رو درک میکنید. اینجا یک پوزیشن رو میگیرید، حالا 50 به بالاتر میبندید، 500 به بالاتر میبندید، این دیگه به خودتون بستگی داره. انشالله که برای شما عزیزان مفید باشه و بتونیم در ویدیوهای بعدی هم در کنار شما عزیزان باشیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.